خدا داد زود یگونه تکه بر سر زخمش بگی زود باش. حالا خو کرد. تحمل کو نباید بموری. مرد ملا صاحب؟ نه نباید بموره. میخواست با ما یک گپه بگویه. تو همی زخمش محکم بگی زود باش. خدا داد زود باش عجله کن. زخمش سعی محکم بگی. حالا خو کرد. حالا تحمل کن. ملا صاحب آقا کرد دیگه در دنیا نیست. مرد ملا صاحب. نه نمرده. نه ملا صاحب. حالا خو کرد. حالا نباید بموری آقا کرد. ملا صاحب تو یک وقت برام گفته بودی معلوم دار است یک انسان چی وقت آخرین نفسهای خودم میته وقتی که اجلش رسیده باشه. یک ثانیه هم پس و پیش نمیشه. عمو دقیقه جان خودم میته. عمو دقیقه از بین میره. اجل آقا کرد هم رسید ملا صاحب. آقا کرد مرده. ملا صاحب مرده. آقا کرد با رازا زندگی کردی و رازارم که خود بردی. تشویش نکن. او هاردسک همراهی دخترت پیش مامانت است. خداوند گناهیشه ببخشه. آمین. بله اسماعیل. وقتی که تهدید از سر ما پس نشده از جنازی آقا کرد محافظت میکنیم اسماعیل. دیگه ای که او روانی را دستگیر کردیم. بعد از اینکه انتخاب خون آقا کرد گرفتیم با او یک مراسم تشییع جنازه میگیریم. شما تدابیر لازمه گرفتین؟ پیش از اینکه دوباره پلان او روانی نفهمیدیم از مردن آقا کرد کسی خبر نشه. صحیح ساقالی. خوب است. و زینب دختر آقا کرد او کجاست؟ این دروازه رو باز کنین. چرا ما را اینجا قلف کردین؟ دروازه رو باز کنین لطفاً. لودا خدا لعنتتون کنه. زینب خوب است نفسم. سینان اینا کی هستن؟ از ما و تو چی میخواین؟ با شماست. زینب؟ علی بیادر خودت هستی؟ بله جانم. تو خوب هستی نه؟ علی بیادر چی شده؟ پدرم کجاست؟ گوش کن. کل چیز زیر کنترل ما زینب. در اونجا دم نستین. علی بیادر من زیاد میترسم. نترس زینب. تو را در اونجا هیچ چیز نمیشه فهمیدی؟ سرم اعتماد کن. علی بیادر ما در یک خطر بزرگتر هستیم اما تو نیست. از امی خاطر از ما محافظت میکنی؟ فقط میخوایم تدابیر لازمه بگیریم. تو هوش کنی نترسی و تا وقتی که ما در اونجا پشتت نامدیم در اونجا منتظر میباشی. درست است؟ عزیز مولالی بود؟ بله. چی میگفت؟ آقا زینان اگر شما میخواین ما شما را بیرون کده میتونیم.
مملکت زینب می باشم. هیچ جای رفتن نمیتونم. آرام باش نفس. زینب اونجا دمن است. برای فعلا باید همونجا باشه. تشویش نکنین. خب شما چی میکنین؟ نظر به که او روانی اینجا نامد یک فرد دیگه داره و همه چیز پلان کرده. او میفهمه که اردست که از ما گرفتن نمیتونه. حتما یک پلان دیگه جور میکنه. هر رقم که میشه باید تدابیر لازمه بگیریم. علی از اینکه من چه قسم یک بلا جور میکنم تو حالیم کوشش میکنی پیداش کنی ها؟ آقا کرجان تا مرد و 100% مطمئن هستم پیش از اینکه آخرین نفسش بکشه او آردسکه به تو داده. سفدا امی هست به اندازه عزلم یام با درد ما میخوره. حال سفدا چیزی را که من میخوایم به ما حتما میره که تو هیچ خبر نمیشی. یک دوست دختر قابل اعتماد پیدا که درست است؟ از ما جدا شو. از تو جدا شم ها؟ از تو جدا شم یعنی که منصرف شدن از تو قدر آسان است. افسوس به حالت. با وجودی که من نمیتونم یک لحظه هم بدون تو زندگی کنم باز گپ زدن تو رو ببین. افسوس به حالت. چی گپ است ها؟ اکتور بچیم حال دیگه سلام و اول پرسی رو از یاد بردی؟ اگه پرسان کنم ازش قاشقی و علی بیادرد گپ میزنی. یعنی حال قسم شدیم؟ همه قسم شدی. من حوصله ندارم که درباره ماجرای بیادر دوست داشتنیت و مشکلات تو خانم دوگو چیزی را بشنم. فهمیدی بیادر؟ گفتی درباره ماجرای بیادر دوست داشتنیم؟ بچیم تو چی قسم گپ زده میری؟ پیلوت بی از مشکل ما به خودم کفایت میکنه. کتم غرض نگه بلی از خدا حالا. اگه کتت غرض بگیرم باز چی؟ آی بس از پیلوت وای. چی بس است بچه ما؟ بچه مشکل تو چی است؟ بگو که توم نجات پیدا کنیم هم. حال چوب هستی نه؟ گبام نمیزنی. لود هر بلایی که سرت میایه بیایه. خود کدره نه درد است نه درمان. از اجرشم میکشم پیلوت. از اجرشم میکشم. ملا صاحب خدا داد. خوش آمدی. خوش باشی. سیفدا خر تو هم خوش آمدی. مرا چرا اینجا آوردی؟ چرا اینجا آمدیم؟ بیا از مرا خو میبرم. من میرم. من دیگه رفتم. شبتان خوش. خداحافظتان. شبتان خوش. خدا داد. شب خوش. من دختری هستم که تو دوستش داری؟ بله البته. این دیگه چی قسم سوال است؟ نمیفهمم. شاید از این خاطر باشه که دیگه مطمئن نیستم. یک دقیقه منظورت از این گپ چی است؟ منظورم از این گپ چی است؟ صبر کن منتظر باش که بگوی منظورم چی است. کجا میری سفدا؟ بیبی که بفهمی منظورم از این گپ چی است. این عکس اینجا چی میکنه؟ این از کجا شده؟ چی شده؟ نه که حتما باید پوت می بود. چرا که ترسیدی؟
سیفدا زیاد متاسف هستم علی، واقعا زیاد. فکر میکردی که واقعا یک اسپات میمونه چطور؟ اما زن سابق زنده باشه در پیش چشم میرمانده بود و خوب شد کی دیدم. به این شکل ما متوجه بعضی چیزا شدم. بگو متوجه چی چیزا شدی؟ علی جان خواست این قسم یک عکس بگیریم بس. ببینم. یعنی او خواست که این قسم یک عکس بگیرین؟ بله. خیلی طور است. بله سیفدا اما طور است. دیگه چی بوده میتونه؟ در این صورت چرا تا علی یک یخچال نصب است؟ یک یخچال نصب بود؟ تا حالا متوجه نشدیم که یخچال نصب بوده. یک ساعت من علی جان گرفته یخچال نصب کرده. نسبت به عزلم حسادتی را که داری اون به خاطر علی جان است. حسادت دارم؟ علی خودت در کوچه حسن چپ نزن. وقتی عزلم پیش سایل با دیدن او آدم میرفت دیدم که چقدر دیوانه شده بودی. ایرام دیدم که در پیش او آدم از دستش گرفته آوردیش. با چشمای خودم دیدم علی. یک دقیقه تو پت مرا سیل میکردی؟ سیل کردم بله. چطور این کار کردم میتونی؟ چی شده؟ به خاطر چیزی را که نباید میدیدم اما دیدم قار شدی چطور؟ نه از این که تو رسایی نشناختم فقط کمی متعجب شدم. چی تصادفی؟ ما هم تو را نشناخته بودم. از این خاطر آدمی را که نشناختم نمیخوایم در خانه‌اش باشم. شب خوش. کجا میری سیفدا؟ صبر کن. حالا بالا برو در اتاق مخوشم مام در اینجا خومشم درست است؟ مواز میکنم. میبینم هیچ فرصت از دست نمیتی. همی که ما رفتیم اومدی. امروز با کدام بهانه اینجا آمدی ها؟ نه که به خدا داد باز نان آوردی چطور؟ نه جانم، علی زیاد خواست که من اینجا باشم. حتی گفتم میتونم که مرا به زور اینجا آورد. علی خواسته؟ یعنی که به زور آوردی؟ علی جانم میشه یک دفعه بیایی؟ علی جانم گفت زن سابقت آمده بیا. حالا فهمیدم که چرا علی جان گفت. قمایت مبارک. حالا برو دیگه بیادر. خیر ببینی دزم ما هم زیاد کنجکاو هستم که بفهمم باز به کدام بهانه اینجا آمدی. عزلم؟ علی جان؟ چرا دانه دروازه استاد هستین؟ حالا داخل بین دیگه. نه داخل نمیاییم علی. بیازو میبینم که تو هم مهمان داری. علی جان میخواست پیش ازی که با پارک بریم تو را ببینه. اگه نه دیشه اون پیش ازی که خوشه و وقت آمدی دیدید اما میفهمی امو خرسک را که آوردی کتی امو خو کده بود. همی که بیدار شد پدر گفته شله گرفت از این خاطر آوردمش. بچه این پشت پدرش دق شده؟ مادر حالا با پارک بریم. سعیز جانم میریم. وای بیادر زاده شیرین ما آمده. ای من قربانت. چطور هستی بچه‌م؟ اصل والا. کاکا جان ما و مادرم با پارک میریم. تو هم همراه ما میری؟ همیال میرین؟ حالا نمیشه اما دیگه دفعه میریم. وعده میتون برات سعیز؟ بچه‌م بیا که بریم دیگه. حالا دیگه شیرم برو. بیازو سر پدرت زیاد بیرو بار است. نباید مزاحمش شویم. روز خوش داشته باشین. خداحافظتان. خداحافظ علی جان. ببین به خاطر که مستم از پشتشان نمیری لطفا نشرم علی. نشه که بره بازو آدم ببینه نی؟ یعنی زینب بعد اینجا پات کردن ها؟
سینان کاش که میرفتی، چرا به خاطر من موندی؟ ما در علاقه جای رفتن نمیتونم قلبم. یعنی مرا اعلان نمی کنی؟ تا آخرین نفس علاقه نمیتونم. به نظر تو چی میشه سینان؟ یعنی ما را چرا اینجا آوردن؟ نمیفهم جانم، به خدا اگه بفهمم. اما یک چیز که هست که میفهمم. شکر که کتم هستی جانم. تحمل کردن نمیتونستم که تو را از دست بدم. همیشه کتیم باش، هیچ وقت دست میلا نکو. از این بعد چی بخوای چی نخوای از دست من فرار کردن نمیتونی خانم زینب جان من. چی پس؟ چیزی نیست، من اینجا هستم، تو را چیزی نمیشه. سعید راحت. بهترین سرودهای ایرانی. نازنین نازش بنازم تا ابد بمون کنارم فدای چشمای ناز. بهترین سرودهای تاجیکی. ستای فاکی یارم به وفا شدی. تنها از کانال تاجیک موزیک. دوستانی عزیز، با شما کانال تاجیک موزیک را توصیه می‌دهیم که در کانال بهترین سرودهای تاجیکی و ایرانی را گوش کنید. سیلکه کانال را در پایان ویدیو میگذاریم. حتما در آمده ابونه شوید. ما شما را انتظاریم. متعجب. بیادر، فکر نکنی در کارهای تو مداخله میکنم، اما با وجود که میفهمی علی جان با سیفدا حسادت دارد، تو چرا سیفدار اینجا آوردی؟ حالی به تو کمی مشکل تر نمیشه؟ میشه سلیمان، میشه، اما مجبور بودم، به خاطر که سیفدا برای فعلا باید پیش چشمایم باشه. بیادر چرا؟ کدام موضوعی است که من خبر ندارم؟ بیادر بشنو، اگه کدام مشکل داری و نمیخوای برم بگویی باز رابطه ما خراب میشه گفته باشم. دارم سلیمان، دارم، اما من حلش میکنم. سیف دارم بیازو به خاطر اینجا آوردیم که خدای ناخواسته از او استفاده کرده مرا پیش خود نخواهید. پس علی جان چی؟ اگه از سیفدا استفاده نکده بخواه از بچه یا عزلم استفاده کنه، باز ما چی کنیم؟ نه، دشمن من خوب میشناسم. او به خاطر به دست آوردن چیزی اصلا طفلا را دخیل نمیسازه، به خاطر که طفلا به او خط سرخش است. خاک دسترش که تی قسم یک کارش. در صورتی که اوقدر آدم خود نماز میگه به طفلا ضرر نمیرسونه، باز به خانما چرا میرسونه؟ او خود نمانه سلیمان، او فقط یک مانی است. یعنی که خوب میشناسیش؟ خوب، او هم خوب صحیح میشناسمش. اگه او آدم قدر اساس نیست که به زنا ضرر برسانه، پس در حق عزلم کدام بدی خو نمیکنه. مترس؟ نه، از این که او به عزلم ضرر نمیرسانه خوب صحیح مطمئن هستم. چطور یعنی؟ باندگه سلیمان، من میفهمم. خب صحیح بیادر، تو که تو میگی صحیح. بگو من در این موضوع چی کده میتونم؟ بی امر کو خلاص. هیچ کار سلیمان، برای فعلا هیچ کار نمی کنی. تو دی وقتا فقط احتیاط کنی برای من کافی است. بیادر بیا که یک جای بریم و احمق نابود کنیم، لطفاً برام اجازه بده. اگر ضرور شد برات میگم سلیمان. بیادر بی به خدا. سلیمان، اگر نیاز پیدا شد بجز از تو دیگه از کی کمک خواسته میتونم. ایس
این حال صحیح شد. بیادر هر وقت ده هر چیز ده هر ساعت امرایت هستم. منظورم از کل چیز البته خارج از مسائل عشق عاشقی. در جنگ تو ینگه از دستم کار نمیایه. در او جبهه باید تنها بجنگی. به جز مسائل عشق عاشقی دیگه فقط سرم امر که خلاص. بیادرت همیشه در خدمتت. چی رو سیل میکنم؟ او زیدی کجا زنگ میزنه؟ سیفدا میبین به خاطر فکرهای بیمانایی که در رابطه با ما داری کوشش نکنی که از اینجا بری. درست است؟ بیرون به تو بسیار خطرناک است. گپ ما فهمیدی؟ خدا داد با سیفدا اجازه نمیتی که پای خود از این خانه بیرون بانه. سعیس مولا صاحب تو با بازوش رو کبار مرا پیش خدا داد امانت میمانه. تو با انسان که کدام رای دیگه میمانی سیفدا؟ حتی میتونی دروازه رو سرم بسته کرده بری علی ها؟ فکر خوبی است. ای چطور در فکر من آمد ها؟ مولا صاحب دروازه را قلف نکنی. اگه ایزگی بیای ما رو چه قسم داخل بیارم چه قسم رو ببینم؟ خود سعیس قلف کو ما رو از پیش کلکین میبینم اما تو گپ میزنم. ببین تا وقتی که من آمدیم از خانه بیرون نمیبرایی. خدا داد سعیس مولا صاحب فهمیدم. دنیا به آخر نرسیده بچیم. معذرت خواهی میکنی خیر خلاص دیگهش مربوط اون میشه. حالی هم دکل کش است. حالا مزرعت بخوای منتظر چی هستی پیلوت؟ اگه بگوی هیچ وقت نمیبخشمت چی؟ یک رقم بعد با سایل داره که نگو. چرا مزرعت خواهی نمیکنه؟ ای خب برای ما دروغ گفته بود. ترسو چرا جرأت گپ زدن نداری؟ فقط سیل کردن یاد داری؟ نه حالی هم خار است. هم مقصر است هم قرضدار است. ای رو ببی تو. اگه مزرعت نمیخوایی نخوای. بسیار بی نزاکت هستی. دیوانه تو را دوست دارم. قلبم تیز تیز میزنه نمیتونی صدای شبش نوی چشم آبی من. اگه بی نزاکتم باشی بازم زیاد دوست دارم. دور بخورم دیگه. روی ما دور بتم دوی گو. دوست دارم بگویم. نمیفهمم روش دور داده یعنی دور نداده سرش خم انداخته میره. حالا پیلوت حالا عزیزم حق با ما است چشم آبی من. چی میشه ایره قبول کو؟ میخواستی چیزی بگویی؟ نه نه خب صحیح است. تو چطور چیزی به گفتن داشتی؟ نه خیلی صحیح است دیگه.
وکیل صاحب ما میخواستم شما را ببینم درباره اون میراثی که سفدارت کرده همراهتان گپ بزنم. نه شما زحمت نکشین، من میایم فقط به مدرسه‌تان در پیام روان کنین، همین کفایت میکنه. چی گپ شده ها؟ از ما چی میخوای؟ خدا داد در این کتابچه چی نوشته میکنی؟ او گپایی را نوشته میکنم که وقتی در شفاخانه بودم ایزگی برم میگفت. چرا گپای ایزگی را نوشته میکنی خدا داد؟ به خاطر که پیشم ثبوت باشه، اگه یادم بره باز برش بگویم. من باز میکنم. اینجا شما تو خوش آمدی ایزگی. ایزگی سلام خدا داد. خوش آمدی ایزگی. خوش باشی، خوب هستی؟ خوب هستم، تو را که دیدم بیخی خوب شدم. سیز برات نان پخته کردیم، گوش نشدی؟ گوشنه نیستم اما کلش هم میخورم، به خاطر که تو زیاد مزه‌دار پخته میکنی. اما تو نیست سفدا خواه؟ بله. او سارمه را که کلش خورده بودم؟ واقعا خوشت آمده بود سفدا خواهر؟ اولین بارم بود که پخته کرده بودم، به خاطر که خدا داد خوش داره. ولی کلی زیاد مزه‌دار بود، بسیار تشکر. نوش جانت. حالاش پس خانه بریم. سفدا خواهر اگه خواسته باشی تو هم بیا کت ما. نه من سیر هستم، به شما اشتهای خوب. این دیگه کی هست؟ تو که در گلونت بند نمونه. بسیار مزه‌دار از خیر ببینی. اوه چقدر خوبش. ای بگی جانم، حالی را بخو، باز مستقیم پیش دکتر برو، درست است؟ تشویش نکن میرال، من واقعا خوب هستم. میگی خوب شدم، میگی خوب هستم، اما خودت رنگ رو خودت دیدنم بیتانی علی هان جان. رنگت بیخی سفید گشته. پدر؟ پدر؟ چی شده؟ چیزی نشده. حالا میگه چیزی نیست، های دفعتن صحتش خراب شد، میگم پیش دکتر بریم، اما کیست که گپه بشنوه؟ ما به دکتر زنگ میزنم. زنگ بزن. کاکا علی هان خوب هستین؟ شما را چی شده؟ بسیار به عقل هستی. او دختر صد دل یک دل کده پیش رویت آمد، میگفتی که دوستش داری، معذرت میخواستی ازش، تو چی کردی؟ باندگه نه پیلات، لوده شدی. به خدا تو بسیار لوده هستی. نه این قسم نمیشه. خاک دی غرور ناقد. نگفتن که دیش غرور نباید باشه؟ میرم معذرت میخوایم، هر چی که میشه شوه. کار خوبی میکنی پیلوت. حالا بدو دیگه. مادر؟ سفدا؟ مادر جان مادر شما خوب هستین ها؟ من خوب هستم دخترم. کدام کاری خو نکردن؟ نه من خوب هستم، تو تشویش نکن. خوش آمدی خانم سفدا.
حالا هیچ کدام رده پای نیست. نفرایشان پیدا کرده نتانستیم. 100% کدام پلان جور کرده. درباره مرگ آقا کرد هیچ کس تاله خبر نداره نیست مایی؟ نه، برای فعلا فقط کارمندای داخل تشکیلات میفهمه. خانم زینب هم خوب است، تشویش نکنه. خب جان چطور است؟ او هنوزم تحت مراقبت است آقالی. خوصه زنده باشی. تو چی پلان داری روانی؟ کچالو رو من قسم خورد میکنی و باز ده سرش مندازی. 15 دقیقه سر گاز میمونی باز پخته میشه. تو قدر دیگه پخته کردن چی تو بلد است خدا داد. وقتی کسی را نداشته باشی که برات پخته کنه باز یاد میگیری. اما جگرخون نباش. حالا یکی را دارم که برام پخته کنه. کی است؟ فرشته نجاتم. البته که تو هستی دیگه. راستش سیفدا خواهرم صدا کنم در داخل تنها مانده. من مولا علی و سیفدا خواهر همیشه تنها میماندیم. حالا ما را تنها ماند. بالاخره جفتا میخواین که تنها باشن نه؟ نه دیگه ما قهوه جور میکنم هر سه ما یک جای میخوریم درست است؟ خسیس سیفدا خواهر نیست فکر کنم برآمده. چطور نیست؟ سیفدا خواهر برآمده کجا رفته؟ ملا صاحب را پیش من امانت مونده بود. اگه سیفدا خواهر چیز شما باز چی؟ آی چیز نمیشه جانم کلان دختر است. من کدام کار داره که بیرون رفته؟ ما باید به ملا صاحب خبر بدم میاله. خدا داد؟ چی شده؟ کل چیز خوب است؟ فکر کنم کل چیز خوب نیست. فکر میکنی؟ چی شده خدا داد؟ سیفدا خوب است؟ نمیفهمم ملا صاحب. یعنی چی که نمیفهمم؟ نمیفهمم به خاطر که نیست. وقتی ما ویزگی داشت پس خانه گپ میزدیم او باز رفته. هیچ ندیدمش. خدا داد. بر صورت موبایل خط میکنم. من قبلا تو را دیده بودم. در پیش ازلم دیده بودمت. یک گپ عادی است. من دوست سابق علی و ازلم جان هستم. تو دوست علی هستی؟ ببین علی زنگ زده. یادش کردیم و زنگش آمد. فعلا قطع کن باز بعدا کتش گپ بزن. آفرین. تو چی میخوایی؟ تو از من چی میخوایی ها؟ انشالله که فقط به خاطر زدم کدام جایی رفته باشه. آقالی اسماعیل خانم زینب از جای امن فرار دادن. گفتی فرار دادن؟ چه قسم؟ نمیفهمم. بدون ما دیگه کس از او جای خبر نداشت. محافظارم کشتن. از سینان و خانم زینب هیچ کدام خبر نیست. بیا ای به این ماناست که او روانی در بین ما یک جاسوس داره. ببین اسماعیل سینان و زینبا پیدا میکنی. پیش از اینکه او روانی بزده ما از اون استفاده کنم مجبور هستیم که اونا را پیدا کنیم. فهمیدی؟ سایست روانی علی چطور فهمیدی که مستم ها؟ بگو. رشخندی را بس که روانی زینب و سینان کجاستن؟ گم شدن؟ من فکر میکردم اونا در جای امن هستن. گپای حق و ناقه بس کن. میفهمم که اونا را تو اختطاف کردی. اگه سیفدام گم شده چطور؟ چی میگی بیادر؟ دانتا بسته کن. علی متوجه از زید بودن نتونستی. واقعا جگرخون شدم. بسیار زیاد جگرخون شدم. میفهمی یک دقیقه بشنم. کدام سوی تفاهم نشدم. من هیچ کدام ربطی با سیفدا ندارم علی چند. تو او را شخصا خودت گم کردی. اونا را پس به من تسلیم میکنی روانی؟ های البته. تو با ما معلومات بیار من اونا را برات میارم. مرا که هرچی تهدید میکنی بکن.
ایره خوب میفهمی که این معلومات برات نمیتونم. بله میفهمم. ایرام خوب میفهمی که چیز به دست آوردن نمیتونی. پس چرا اونا رو اختطاف کردی؟ تو چی پلان داری؟ علی وقت جواب سوال را که نمیفهمم داداشم با شوق بازی در کجا میمانه؟ حالا فکر کن روانی چی پلان داره؟ ببینم پلان ما فهمیده میتونی یا نه؟ چی پلان داری روانی؟ چی پلان داری؟ زنده باشی احمد جان. حالا کاملا خوب هستم. خواهش میکنم کاکالیان، اما باید به شفاخانه بیاین. اصلا بی‌پروایی نکنین. یک بار شما را معاینه کنم، درست است؟ به خاطر که زیاد مهم است. البته که مهم است، البته که میایم. بیازو من همیشه میگم که بریم، اما دیگه به هر صورت زنده باشی. بسیار زیاد خواهش میکنم. بازم شفا باشه. زنده باشی. ما دیگه به اجازهتان میرم. با خیر بری. صحیح، زنده باشی. ما بترقیت میکنم. خوب خواستی نی؟ هر بار که مرا میبینی چرا قدر قارمی باشی هیچ نمیفهمم دویگو. نه که به خاطر او نامش چی بود؟ پیلوت. به خاطر او دوست بسرت قارمی باشی. نام زدم. البته ها ببینم یک بار. چلا دست تو زیاد مقبول میگه. مرا ببین، میخواستم از این معذرت بخوایم. به خاطر که آشتی کنیم من خود خوردم میرم، اما کارایی رو ببین. افسوس به حالت دویگو، افسوس به حالت. امیدوار هستم چلی کسی در کلکت باشه که لیاقتش داشته باشه. از کلگی که در خوبتر تو میفهمی چلی کسی که لیاقت من نداشته باشه در کلکم نمیکنم. وظیفه تو شده که برم بگویی؟ از این که چند سال بعد دیدیم به خود یک قداده میتونی که برم میره بگویی احمد؟ نه من خو فقط گوش کن. اگر در ذهنت درباره من کدام چیز باشه بازو رو فراموش کن. در زندگی من یک نفر است و من او رو زیاد دوست دارم. ما خب بیاز ویرا میفهمم. بله میفهمم، اما تو کاملا این اشتباه درک میکنی دویگو. به خاطر که بودن یک نفر در زندگیت به این معنا نیست که ما نتونیم دوست هم دیگه باشیم. اما تو نیست؟ بله رابطه ما چندین سال قبل خلاص شده، درست است، اما بازم فکر میکنم میتونیم به مثل دو انسان عادی هم دیگر را ببینیم. به نظر تو هم تو نیست؟ بیاز دوست خواستیم، با جز دوست دیگه چیز بوده نمیتونه. فقط ای که من دوستای من قضا زود دیدن نمیتونم، یا ای که خود دوستایم نمیخواین زود به دواخانه ما بیاین و مرا ببینن. برات قبلا گفتم که پیش خاله ایمان میایم، به خاطر پیشکاری کردن او میایم. از امو خاطر حالا که تیر میشدم گفتم یک بار پدرتان ببینم، دیدم که وضعیتش خوب نیست. بسیار تشکر. روز خوش. مولا صاحب، سیفدو خواهر پیدا کرده تا نیستی؟ نه خدا داد. چه قسم شد بگو برم. مولا صاحب من واقعا معذرت میخوایم. ما ویزگی در آشپزخانه گپ میزدیم. ای که سیفدو خواهر چه قسم رفت نفهمیدم. انشالله که او روانی در حق سیفدو خواهر کدام کاری نکنه. سیفدو؟ 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 تو خوب هستی؟ چیزی نشده شه. بیبی سیفدو خواهری چیزی نشده. من خوب هستم، اما چرا فکر کردین مرا چیزی شده؟ مرا چی شده میتونست؟ پس توقع داشتی به تشویش نشیم سیفدو؟ برات گفته بودم از خانه نبرای. بیخبر از خانه برآمدی. وقت زنگ میزنم جواب نمیدی. تو کجا بودی؟ من پیش مادرم رفتم. کم جگرخون بود. صاحب خانه آمده بود. به خاطر کرایه و ای چیزا کمکتش جنجال کرده بود. و دیگه ای
که مادرم به خاطر سینانم جگرخون بود. سفدا ببین، هم به تو و هم به مادرت گفتم به خاطر سینان تشویش نکنین. او کاملا دمن است. بر صورت ما یک چند کار مهم دارم که باید هر چیز زودتر خلاص شد. حالا که تو آمدی من رفتم میتونم. سفدا لطفا از اینجا جایی نرو. ببین چیزی که میگم مهم است. با بیادرت زیاد شباهت نداری. تو بیشتر طرف مادرت رفتی. بیادرت سینان هم طرف پدر مرحومت رفته. خداوند برش عمر دراز نصیب کنه. تو از بیادرم چی میخوایی؟ گده او چی کار داری؟ گفتم اما از تکرار کردن زیاد خوش نیستم. قبلا هم برات گفتم، حالی هم میگم که فایده ای نداره، تکرار نمیکنم. دقیقش نشو. تو ما پرسان کردی که از ما چی میخوایی نه؟ اگر کار را که میگم بکنی باز هیچ چیزی نه. بهترین سرودهای ایرانی. نازنین نازت بنازم تا ابد بمون کنارم فدای چشمای ناز. بهترین سرودهای تاجیکی. تنها از کانال تاجیک موزیک. دوستانی عزیز، با شما کانال تاجیک موزیک را توصیه می‌دهیم که در کانال بهترین سرودهای تاجیکی و ایرانی را گوش کنید. سیلکای کانال را در پایان ویدیو میگذاریم. حتما در آمده ابونه شوید. ما شما را انتظاریم.